دموکراسی چرا میگن کفر است؟ به خاطر ازی که تعیین ارزش اسلام برای الله میته و دموکراسی برای انسان میته. بنابر همین من برخلاف شما دموکراسی رو کفر نمیدونم. برای چی؟ برای آنکه دموکراسی دین نیست. دموکراسی در یک روشی اسلامی هم می شود. در یک مسلمان میتونه دموکرات هم باشد، میتونه دیکتاتور هم باشد. دموکراسی در مقابل دیکتاتور هست. یعنی اگر شما دموکراسی رو به معنای دین فهمیده باشید، پس حق دارید که دموکراسی رو کفر بگید. اما من دموکراسی رو همچون دین نمیفهمم. دموکراسی را نه مسیحی دموکرات هم هست، مسیحی دیکتاتور هم هست، مسلمانی دموکرات هم هست، مسلمانی دیکتاتور هم هست. دموکراسی به معنای آن است که یک انسان میخواهد خودش آزاد باشد، آزادی های دیگر را احترام کند و اجازه ندهد که یک نفر با نام دین، با نام قانون، با نام دنیویت، با نام کنستیتوسیا، با نام کمونیسم بیاد مردم را غلام کند و مردم را از حقوقش محروم کند. ما به خود دین داریم، نظام داریم، آیین داریم. پیرو کدام کتاب هسته؟ کتاب الله. در کل زندگی خود قانونی خود قرار دادیم، تابع از اوستیم. مرگ به دموکراسی. این دموکراسی لعنتی از دنیای غرب آمده، ما را بیخی بی خود کرده. عزت ما، حیثیت ما، مرتبه و افتخار ما کدام دین است؟ اسلام. کدام کتاب است؟ قرآن. پیروی از رسول الله را افتخار خود قرار میدیم. شراب خوب چیز است یا بد چیز است؟ اسلام میگه که ایره برات الله تعیین میکنه. پیغمبر هم حق نداره که ایره تغییر بده. الله گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پس خمر، شراب، میسر هم قمار. ایره قرآن چی گفته که شراب و قمار چی است؟ رجس است، چتلیست، عمل شیطان است و گفته که فجتنبوه، اجتناب کنید. ایناله در دموکراسی اینمی ربوبیت خالق بر مخلوق داده میشه. دموکراسی یک عقیده هست. در دموکراسی میگه که اینمی شراب و قمار خوب است یا بد است، این ما گفته نمیتونیم. کی گفته میتونه؟ پارلمان. پس اینا پارلمان خود رب خود ساخت. از این خاطر مسلمانی که ربوبیت الله را میشناسه هیچ وقت ای گفته نمیتونه که من به دموکراسی ایمان دارم. چرا ایمان داشتن و باور داشتن به دموکراسی، باور داشتن به صفت ربوبیت خالق برای کی هست؟ برای مخلوق است. این فرمولای عقیده هست برادر. سری کسا چون درس عقیده را نخوانده میگه هم دا کوم هم دا. یک وقتی یک کسی مرا گفت در وقتی کمونستا بود، گفت کارمل یک مارکسیست بسیار خوب است و کارمل یک مسلمان بسیار خوب است. ما گفتم تو اشتباه میکنی، یا تو نمیفهمی یا مرا بازی میدی. چطور؟ من گفتم هیچ امکان نداره که انسان هم مارکسیست شود و هم مسلمان شود. چرا؟ اسلام میگه که ان الدین عند الله الاسلام. نظام و قانون و برنامه زندگی تو اسلام است. اما مارکس میگه که دین مخدر ملت هاست، دین هیروئین است، تو باید دین نداشته باشی. حالا چطور امکان داره که مثلا هم مارکسیست شوی و هم مسلمان؟ یا لودستی، نه اسلام میفهمی نه مارکسیزم. اگر نمیفهمی که تو جنجال نمیکنم، با خدازدگان ستیزه مکن که خدازدگان را خدا زده است، تو را خدا زده. یا میفهمی فریب میدی، میخوای مرا فریب بدی در حالی که از نگاه فکری و اعتقادی کسی ادوی جمع نمیشه. ایناله اگر کسی ربوبیت الله را میفهمه و اساسات دموکراسی را میفهمه که دموکراسی در اساس اندیشه و عقیده خود با اساس اندیشه و عقیده اسلامی در تکر است. اسلام میگه که این الحکم الا لله، حاکمیت مربوط الله است. الله هست بر تو ارزش ها را میده. دموکراسی میگه که اینمی ارزش ها مربوط چی میشه؟ مربوط انسان میشه. اسلام میگه که قانون آسمانی است، دموکراسی میگه قانون زمینی هست. این حالا کسی که ربوبیت الله را با اساسات اصلی دموکراسی میفهمه هیچ وقت این دوتا را جمع نمیکنه. اما کسایی که اردوی زیر نمیفهمه باز شلغه مکت شروع یک جای که نامش میمانه دموکراسی اسلامی، یعنی کافری اسلامی. میشه جمع نمیشه. ریشدار بیریش، من یک ریشدار بیریش دیدم. این چه قسم ریشدار بیریش بود که نیمش شلبت ریشش کل بود، نیمش نمیشه. ریشدار دیشکل یا ریشدار باشه
یاریش کل باشه، هر دوش نمیشه. والا من یک مرد زن دیدم، زن مرد دیدم. چه قسم زن مرد دیدی؟ کدام خنثی دیده؟ این حال دموکراسی اسلامی هم یک اندیشه خنثاست، نه مرد است نه زن. فهمیدی؟ از این خاطر کسایی که میگه ما به دموکراسی اسلامی باور داریم، یه بیچاره نازی شد، نازو شد، در بدر شد. این حال اگر کسی در این نقاطی که ذکر میشه که الله رب مالک است، رب متصرف است، رب خالق است، رب تدبیر کننده است، این حال اگر یکی از این صفات برای مخلوق میده، این در صفت رب بودن خالق این شرک آورد. شرک این چی میگن؟ شرک در ربوبیت. شرک در ربوبیت چی است؟ که یک فعلی که مخصوص الله هست او را برای کی بده؟ برای مخلوق بده. این شرک در ربوبیت نیست. الحمدلله این مجلس بیبی، این جوانا را بیبی، ما به دنیای کفر اعلان میکنیم که دنیای کفر اگر هر قدر مصارف بکنی، محنت بکنی، زحمت بکنی، انشالله مصارفت در قطع خاک یکسان است. این جوانا اولاد وطن دین است، اولاد با غیرت است، اولاد با شهامت است. از دین خود دفاع میکنه نمیکنه؟ از فرهنگ اسلامی دفاع میکنه، از راه سنت رسول الله دفاع میکنه. چقدر آماده است برای دفاع سنت؟ ماشاءالله. ببینه دنیای کفر، ببین نعره تکبیر، 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 نعره تکبیر. مرگ به دموکراسی. دموکراسی هست. گفتیم که دموکراسی دو بخش داره. یک بخش فکریش است که اونا میگن قانون باید زمینی باشه. اگر کسی بگوید من دموکرات هستم و قانون آسمانی را قبول ندارم، کتاب آسمانی را قبول ندارم، قانون الله، شریعت الله کتاب الله هست، کسی که بگوید من را قبول ندارم، به عوض از این قانون میخوایم قانون در زمین جور شود، الله متعال این را کافر بیان کرده. و کسایی که میگه ما معیار مطلق نداریم، ما اخلاق قرآن قبول نداریم، اخلاق سنت قبول نداریم، حجاب کی کشیده، ریشه کی کشیده، نظام اسلام کی کشیده، شریعت اسلامی را کی کشیده، دولت اسلامی را کی کشیده، خلافت اسلامی را کی کشیده، اینا کسانی که ایگا پارا میزنن و رد میکنن شریعت الله را، اینا کافر میشن. این مردم ها چی میکنن؟ این دموکرات ها مثلا پرزیدنت لینکلن رئیس جمهور امریکا بوده، دموکراسی رو تعریف میکنه، میگه حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم. نفس ما هر چی که خواست، شراب خوردن مردم قانونش توسط کی؟ توسط مردم، برای مردم. همجنسگرایی مردم توسط مردم، برای مردم. این معنیش میده، بعضی کسا نمیفهمن معنیش. متوجه هستین؟ اینی کسی که دموکراسی را به این شکلش میپذیره، الله متعال چی میگه؟ در سوره فرقان آیت 43 را بکشین. کسایی که از نفس خود قانون جور میکنن. ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تكون علیه وکیلا. ارأیت، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ندیدی ای انسان که تو عقیدت از قرآن میگیری، آیا ندیدی اتخذ الهه معبود خود؟ معبود ما شما گفتیم که اله کی را میگن؟ که دو صفت داشته باشه، ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه. آیا ندیدی کسانی که معبود خود کی را گرفتن؟ هوا، آرزوهای خواهشات نفسانی خوده. اگر نفسش گفت که زنا، قانون میسازه که زنا در این مملکت بفرمایین زنا بکنین. بسیاری هتل‌ها که بری در هر هتل لست زنا هست. پس این قانون کی برشان جور کرده؟ شراب، هزارها گناه دیگه. ایناله اینجا گفته که اینی مردمایی که قانون مطابق خواسته های نفس خود میسازن و شریعت الله را نمیپذیرن، افانت تکون علیه وکیلا، آیا تو با اینا وکیل می باشی؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون،
یا آیه پیغمبر تو فکر میکنی که بسیاری از اینا میشنون یا از عقل خود استفاده میکنن؟ نه. اینهم الا کالانعام، اینها مثل حیوانات است. حیوانات هم شریعت و قانون الله را رد نمیکنن، اما حیوانات هم در جنگل خود مطابق قانونی که خلق شده اما خلقت خود در نظر میگیره، لکن این مردم اما قانون نقص میکنن. اینا مثل حیوانات هستن، لکن حیوان اگر جنایت کنه، غلطی کنه، میفهمه که ما جنایت کردیم. اگر یک پشک در اتاق باشه، شما بر شک تا گوش پرتین، پیشروی شیشه استا میخورن، اما کدام وقت دوزی کنه باز میگروزن، چون میفهمه جنایتکار هستن. این کسانی که حق درک نمیکنن با عقل خود، الله متعال میگه که اینا از بل هم اضل سبیلا، بلکه از حیوان که همینا گمراه تر هستن. حیوان خواهد حداقل از شعور خود استفاده میکنه، این شعور هم داره، عقل هم داره، ولی عقل نمیپذیره. پس اینا ارزششان پیش الله چی است؟ از حیوانات هم که پیش الله بی ارزش تر هستن. یعنی الله متعال جنت خو برای انسانهای مؤمن خلق کرده، نه برای حیوانات. برای حیوانات خو خلق نشده. و بازو کسی که از حیوان هم که چی باشه؟ بدتر و پستر باشه.